خیلی خوب. بله، داشتم خدمتتون عرض می‌کردم که ما این درس رو تا به صورت بحث متافیزیکی از رنسانس آغاز می‌کردیم و تا دیوید هیوم پیش می‌بردیم. بعدم من معمولاً در عرض 3-4 جلسه پایان ترم، 4 جلسه تا بیشتر 5 جلسه هم بعضی موقع میشد، فلسفه اخلاق و فلسفه سیاسی بیشتر میگفتم در این دوره، که بحث ما محدود به بحث‌های متافیزیکی باقی نمونه، بلکه ناظر به یک سری بحث‌هایی که تا حدی از لحاظ دست کم از لحاظ ظاهری انضمامی ترند ما به اونها هم توجه بکنیم و دامنه توجهمون نسبت به مسئله فلسفه مدرن، به ویژه فلسفه مدرن نخستین، جامع تر بشه. دوستان، آقای طیبانی، شما با بلندگو وصل شدی. خیلی متشکرم. خب بله، اما با توجه به اینکه تاریخ فلسفه جدید 4 واحده و 2 واحد دیگه به این درس اضافه شده، من از همه آغاز باید بهتون بگم که لایبنیتس و هیوم رو ما در این ترم نخواهیم داشت. از یه جهت بسیار خوب میشه، چون که این دو فیلسوف بسیار مهمن برای اندیشه کانتی و در عین حال فرصت چندانی برای پرداختن به اونها نبوده، گرچه من برای هیوم خیلی زمان زیادی توی این طرح درس بیکن تا هیوم میذاشتم. بنابراین ما لحاظ زمانبندیمون یک کمی متفاوت میشه و من طرح درس رو براتون تا جلسه آینده به امید خدا میفرستم براتون. اما مطلبی که این به طور کلی بدونید که ما این کار داریم. من فقط یک سوال داشتم، اگه دوستانی که بلندگو دارن و ترم پیش درس فلسفه قرون وسطا رو با آقای دکتر رجبی داشتن، اگر لطف کنن به من بگن که درس ایشون تا کجا پایان یافت و آیا شما به اوکام رسیدید، از اوکام رد شدید، به کوزانوس رسیدین، درباره رنسانس بحثی کردن نکردن. این یه توضیح به من بدین که من بدونم که تا کجا بحث شده درس تاریخ فلسفه گذشته. خیلی ممنون میشم. نوشتین؟ بله آقای صدری، درس لایبنیتس و هیوم رو ترم بعد در اون درس 2 واحدی میخونیمش. بله عرض کردم. یعنی دیگه اینجا جایی براش نمیمونه، چون که درس‌های کمی لحاظ چیز فرق کرده، طرح درس به طور کلی. به من درباره این مطلب سوالی که کردم اگر یه سری اطلاعات بدین ممنون میشم. خب اوکام رو خوندین پس آقای صدری، درسته؟ اما به رنسانس نرسیدیم. پس درباره کوزانوس هم صحبتی نشده، درسته؟ خیلی آقای میرزایی، خیلی ممنونم دوستان، خیلی متشکرم که این مطلب. خب پس من همون طبق روال خودم باید پیش برم، چون که گفتم اگر بحثی درباره رنسانس شده من دیگه اون بحث رو طرح نکنم. خب من در جلسه اول بچه‌ها یه سری کلیات بهتون میخوام بگم. اول که ما توی این ترم میخوایم چه کنیم، اصلا هدفمون چیه، چه درسی و چگونه پیش میریم، گام به گام به چه سمتی میریم و هدف اصلی من از این درس چیه و میخوام چه بینشی برای شما ایجاد بشه. اما قبل از اون چند تا نکته در مورد چگونگی برگزاری بگم، بعد به هدف بپردازیم. یکی این که بچه‌ها با توجه به این که 2 اسفند آغاز شده، این جلسه ترم ما آغاز شده، ما تا پایان خرداد ماه کلاس خواهیم داشت. یعنی برنامه درسی ما این 4 هفته قبل از عید داریم و بعد از 15 روز عید هم دوباره کلاسامون آغاز میشه، میریم تا پایان سال، تا پایان فصل بهار، یعنی خرداد ماه، تا پایان سال تحصیلی. بفهمید آقای اخیر سوال داشتی؟ خب این که از لحاظ درسی که ما داریم کلاسامون تا بتونیم به 32 واحدی که طبق
قانون موظفیم که انجام بدیم که در واقع 16 هفته است، به اون پایبند باشیم. کلاسامون هم روزای یک شنبه و چهارشنبه ساعت 4 تا 6 عصر هر هفته. خب من طبق روالی که داشتم در تمام ترم‌های گذشته، این ترم هم این کار رو انجام دادم که یک لطف کردن یکی از دوستان عزیز من در مقطع دکتری، جناب آقای اشکان خطیبی، سید اشکان خطیبی، یکی از دانشجویان خوب ما هستن در مقطع دکتری و پذیرفتن که نقش آموزشیار رو برای این کلاس شما بازی بکنن و به کمک شما بیان. ایشون خیلی کلاس خوبی خواهد داشت، بهتون پیشنهاد میکنم که حتما در کلاسش مشارکت بکنید. خانم مطلوبی بودن فکر کنم که نماینده کلاستون هستن، با ایشون گفتم که با ایشون هماهنگ کنن. صدام بچه ها قطع شد یا داره میاد؟ من از جلسه بیرون رفتم و اومدم. الان صدام هست دیگه، درسته؟ صدامو دارین؟ خیلی خوب شد که یادم رفته بود ضبط کنم. اینجا هم ضبط رو شروع کردم. خب به ایشون گفتم که با آقای خطیبی، ایشون پذیرفت و لطف کرد پذیرفت این کلاس رو. توی یک کلاس تکمیلی در واقع داریم، یعنی ما 2 تا کلاس اصلی داریم که یک شنبه و چهارشنبه است. یک کلاس تکمیلی هم هستش که من گمان کنم ایشون با اساس طرح درسی که بر من فرستاد خب الان صدام هستش، درسته؟ چشمک که میزنه فکر کنم یعنی صدای من داره میاد. بله، من عرضم اینه که بر اساس طرح درسی که آقای خطیبی برای من فرستادن، بر اساس اون طرح درس که 9 جلسه است، فکر کنم 9 جلسه کلا با شما برنامه داشته باشن، خیلی ریز و مرتب هر جلسه رو ایشون برنامه ریزی کرده. روال من برای درس آموزشیاری این بوده که کتاب تأملات رو به عنوان متن اصلی در این دوره میذاشتیم برای بچه‌ها که شما بتونید در یک کلاسی خیلی آزادتر و راحتتر درباره مطالب فلسفی طرح شده در کلاس بحث بکنید با هم و با هم دیگه وارد گفتگو بشید و این خواندن هم دائما و این گفتگو هم دائما مبتنی بر خوانش متن تأملات دکارت باشه. اما ایشون علاوه بر این براتون در اون کلاس که تاکید میکنم کلاس اختیاریه بچه‌ها، این کلاس به عنوان کلاس اجباری نیست، کلاس اختیاریه، اما توضیحات تکمیلی داره که بهتون میگم. در این کلاس ایشون یک برنامه جدی داره بر اساس خواهشی که من ازش کردم. دوستان، یکی از بزرگترین مشکلات دانشجویان فلسفه که باید، یعنی یکی از مهارت‌هایی که باید یاد بگیرن و بر اساس درس خواندن عادی که توش شما یک کلاسی من بیام برای شما درس بدم و شما ضبط بکنید یا جزوه بنویسید و بعد بر اساس همونها من به شما سوالی بدم و در پایان ترم شما من پاسخی بدین، شما به اون مهارت‌ها نمیتونید برسید. اون مهارت‌ها 2 مهارت اصلیه. یکی مهارت خواندن متون فلسفیه که شما البته کلاس‌هایی داریم، کلاس‌های متون فلسفی خانم دکتر کوکب بهتون درس میدن، بسیارم عالی ایشون درس میدن، اما هینی که من دارم درس میدم شما با اون درگیر میشید و کاری رو انجام میدید که ایشون براش طرح بسیار خوبی ریخته و در ادامه مهارت بعدی مهارت نوشتن یک پاراگراف، یک بند از استدلال فلسفیه. این 2 تا مهارت که مهارت آقای اخگر برنگوت وصله، اگر سوال داری که بفرمایید وگرنه بلندگوتون رو قطع کن. بله، این مهارت خواندن متن فلسفی که شما یک پاراگراف رو بچه‌ها چجوری از هم بازش کنید و چجوری اون ربط پنهان بین جملات رو در اون پاراگراف کشف بکنید، چگونه ربط یک پاراگراف رو با پاراگراف بعدی و چگونه مطلب اصلی که در کل این فصل در قالب این پاراگراف ها دونه دونه به نحو گام به گام چیده شده و گفته شده رو دریابید، چگونه از این جزئی به کلی حرکت کنید، از دقت تحلیلی در جدا کردن کلمه به کلمه یک متن تا رسیدن به یک فهم جامع ترکیبی که در اون شما میتونید
منظور دکارت رو مثلا از نوشتن تأمل اول متوجه بشید، چگونه این حرکت رو انجام بدین. خانم چالاکی سوال دارین؟ بله. خب بچه یک کمی دقت کنید توی این مسئله وصل شدنتون. اگر با بلنگو وصل میشین حواستون باشه همون اول قطعش بکنید، چون خیلی باعث وقفه میشه، حواس منم پرت میکنه. من میخوام احساس بکنم که سوال دارین و ما دوچار وقفه میشیم. این دوتا مهارت اصلی یعنی که شما بتونید یک نوشته رو که پیش شما میذارن اول بتونید تحلیلش کنید و بعد بتونید جمعش کنید و بخوانید و درک کلی در عین تفصیل و جزئیات برسین، و در گام بعدی هم مهارتی که نیاز دارین، خواهش میکنم خانم چالکی، مهارت مهمی که نیاز دارین اینه که شما بتونین حالا خودتونم یه مطلبی که از شما پرسیده شده، مثلا پرسیده شده به نظر شما نظر دکارت درباره مسئله شک چیه، شما بتونید مطلبی که میخواید بگید رو فارغ از آنچه سر کلاس به شما گفته شده به صورتی که حفظش کنید، بلکه به صورتی که خودتون شروع کنید برای خودتون بگین یک مقدمه یک، این مقدمه دو، این مقدمه سه، این مقدمه چهار، این از اینها نتیجه میگیرم، به این مطلب میرسم، از اون به اون مطلب میرسم، و گام به گام بتونید به نحو شماره بندی شده یه چیزی رو بنویسید که وقتی نوشته شما رو کسی میخونه متوجه بشه با یک دانشجوی فلسفه روبروه. یعنی چی؟ دانشجوی فلسفه کسیه که وقتی یه متنی رو میخونه اگر اون متن خللی داشته باشه، دانشجوی فلسفه کسیه که وقتی یه متنی رو میخونه اگر اون متن از لحاظ استدلالی درش خللی پیش اومده باشه اون میتونه اونو کشف کنه، چون ذهن بسیار تحلیلی داره. و کسیه که اگر بخواد درباره مطلبی چیزی بگه یا بنویسه اون مطلب رو هم میتونه به شکلی کاملا استدلالی تقریر و بیان کنه. این دو مهارتیه. ای بابا من از کلاس بیرون افتادم فکر کنم. بله خب من یه لحظه بچه از کلاس بیرون افتادم، الان که صدام هست بکنم. این دو مهارتیه که شما باید در خواندن و نوشتن، منظورم از این دو مهارت خواندن و نوشتنه، این رو از طریق کلاس عادی شما به دست نمیارید. یه کلاسی معمولا مثلا رشته های فنی و اینا به عنوان حل تمرین یا حل مسئله دارن که توی اون یه دانشجوی مثلا دکتری، ارشد، بالاخره یه کسی که میاد کمک دانشجویان لیسانس بله در کلاس باز من هی میرم بیرون و میام دیگه، شما اونطوری فرض کنید فضا رو ترسیم کنیم براتون که من هی میرم بیرون یه قدمی میزنم برمیگردم. باید بتونیم از این خلاصه امکاناتی که دانشگاه فراهم آورده نهایت لذت رو ببریم. اینجا چون که ضبط میشه دوستان من ترجیح میدم که توی اسکایپ نریم، چون اینجا ضبط میشه و مشخص میشه که ما کلاسمون رو برگزار کردیم. اگر دیدم که بیش از اندازه شد و کار ما رو خراب کرد حتما منتقل میشیم به اسکایپ، اما ترجیح هم بر اینجاست چون دانشگاه هم ترجیحش بر هم. بگذاریم این دو مهارت رو بچه ها شما در موقعی که سر یک کلاس میشینید و فقط به شما استاد درس میده شما این رو به دست نمیارین. چرا؟ چون حتی اون زمان اگر استدلال هم میکنه استاد به نحو استدلالی داره به شما درس میده، نهایت کاری و مشارکتی که شما به عنوان دانشجو انجام میدین حفظ کردن گام‌های استدلال. یعنی شما استدلال رو حفظ میکنید اما توان استدلال کردن، توان کشف خلأها و مغالطات در استدلال رو از این طریق به دست نمیارین، چون یک استدلالی به نحو حاضر و آماده بدون هیچ مشارکتی از جانب شما به شما داده میشه. مثلا من میام به شما میگم که نظر دکارت درباره مسئله شک اینه، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل. شما ممکنه اون چیزی که من میگم رو به نحو استدلالی
یاد گرفته باشید. اما این یاد گرفتن باعث افزایش توان شما نه در استدلال کردن میشه و نه باعث افزایش شما در مغالطه یابی و کشف خطاهای استدلال در سخن دیگران میشه. و این اصل کاری، اصل مهارتی که ما میخوایم توی فلسفه به دست بیاریم اتفاقا همینه. بنابراین همه این صحبت ها رو کردم بچه ها براتون که بگم که این کلاس اختیاری که براتون گذاشتم مشارکت درش بسیار براتون مفید خواهد بود. اصلا دست کمش نگیرین و حتما مشارکت کنین. با توجه به اینکه آقای اشکان خطیبی معلم زبان فرانسه است و خودش هم این درس‌هایی رو که به شما میده، یعنی درس میده جاهای دیگر، هم با شما کار فلسفی انجام میده و هم کاری در راستای تقویت مهارت خواندن و نوشتن متون فلسفی در شما. بنابراین از این فرصت استفاده بکنید. دیگه این که شما چگونه با ایشون هماهنگ میکنید، چه زمانی، کی، اینا دیگه با خودتونه و آقای خطیبی. فقط من یه نکته رو آخرش میگم که همون اولم گفتم، نکته تکمیلیش اینه که بچه‌ها درس من بر اساس 4 میزان نمره دهی چیز میشه، 4 تا ملاک برای نمره دهی داره درس من. 20 نمرتون 4 بخش داره. یک بخشش که در واقع 30% نمره شماست، 6 نمره تکلیف هاییه که از همون پاراگراف هایی که به شما گفتم آقای خطیبی در اون کلاس ها به شما میده و شماها باید در طول ترم اونها رو به نحو اجباری و ضروری برای ایشون بنویسین. حالا میتونین در کلاس شرکت کنین و کمک بگیرین از ایشون، میتونین هم شرکت نکنین و از دوستانتون بپرسید که تکلیف چی و تکلیف رو برای ایشون بفرستید. اما فرستادن تکلیف الزامیه و 6 نمره از کلاس. و از همین آغاز ترم به شما بگم بچه‌ها در این 6 نمره من هیچ دخالتی ندارم. یعنی برای اینکه آقای خطیبی بتونه کلاس رو به خوبی اونجا مدیریت کنه و شما هم همکاری کنین باهاش، این 6 نمره دست من نیست. این 6 نمره رو من پایان ترم از ایشون میگیرم. میمونه 14 نمره دیگه. از این 14 نمره 6 نمره دیگه مال آزمون میان دورتونه، 6 نمره دیگه مال آزمون پایان دوره است، پایان نیم سال و میانه نیم سال. یعنی ما 2 تا آزمون داریم که چون حجم درسی که من بهتون خواهم گفت بچه‌ها حجم بسیار زیادیه، مطلب باید خیلی زیاد بخونین. من هم سعی می‌کنم هم با سرعت بالایی میگم، هم مطالب خیلی زیاده، فیلسوفان زیادن، مجبوریم که این حجم رو پوشش بدیم در طول این ترم. اما در عین حال این رو نصف میکنم در این آزمون که مطالبی که در نیمه اول نیم سال میگم براتون رو در همون آزمون میان دوره امتحان میگیرم و کنار میذاریمش دیگه. یعنی اونو در آزمون پایان دوره شما نباید امتحان بدید. در بخش دوم ترم رو هم در آزمون پایان دوره، یعنی پس ما امتحان هامون چیز ندارن، همپوشانی ندارن. گویی درسمون رو 2 بخش میکنیم، یک بخشش رو در نیم سال اول من از شما امتحان میگیرم و یه بخش دومش رو در نیم سال دوم. این 2 تا 6 نمره است که با هم میشه، با 6 نمره قبلی میشه 18 نمره. 2 نمره هم گذاشتم دوستان برای مشارکت فعالتون در کلاس و اینکه شما سوال بپرسید، خونده باشید، بحث بکنید. و من خیلی دوست دارم که این 2 نمره مهمیه برای من که ببینم که ببینم که شما نسبت به این درس علاقه‌مندین و دارید تلاشتون رو میکنید. همین، بیش از اینم چیزی از شما نمیخوام. بیشتر این 2 نمره برای اینه که شما مشارکت بکنید. کیفیت مشارکتتون چندان برای من بله. ببینید بچه‌ها این شد 18 نمره. 2 نمره موند که این 2 نمره‌ایه که توی اون به مشارکت فعال شما و حضورتون در کلاس ربط داره. یعنی من کلاس که برگزار میکنم در کلاس باشید. مهمتر از اون اگر جایی سوال دارید سوال بپرسید، وارد گفتگو بشین با من و خلاصه در تمام ای وای بله این 2 نمره مال اینه که شما مشارکت فعال داشته باشین، سوال بپرسین و گفتگو بکنین که
در این 1.5 ساعت 1:40 که با هم هستیم، وقت ما فقط به سخن گفتن یک جانبه از طرف من نگذره. من هم در آغاز کلاس قبل از شروع درس بهتون یک زمان میدم که میگم بچه‌ها اگه سوالی دارین از جلسه گذشته بپرسین. برای همین هر جلسه که میاین آماده باشین که اون آغاز بتونین سوالاتتون رو بپرسین. هم در میانه بحث اگر دیدید که سوال خیلی مهمیه و نباید رد بشین، سوالتون رو طرح بکنین، خدمتتون هستم که کلاس اون یک کمی حالت دو سویه پیدا بکنه. پس این 2 نمره هم مشخص شد. 20 نمره شما در این درس مشخصه و آزمونایی هم که میگیرم از دوستان سالهای گذشته میتونین بپرسین. من امتحان سخت نمیگیرم. هدف اصلی من جزوه نوشتن شما نیست. اصلا درس اصلی که ما توی این ترم دنبالش هستیم همینه که بفهمیم که ذهن علمی چگونه کار میکنه و چگونه میتونه به قدرت خودش اضافه بکنه و بهتر بیاندیشه. من سعی میکنم همین الگو رو در امتحانایی هم که از شما میگیرم رعایت بکنم. یعنی من در سوالایی که به دوستانتون میدم، اینم به عنوان آخرین نکته است دوستان، اون 2 آزمونی که داریم، سوالایی که به شما میدم، این سوال‌ها یا حالتی داره که تقریبا تمام اون موادی که حافظه شما نیاز داره برای اینکه به اون سوال پاسخ بده رو من تو خود سوال به شما میدم. بنابراین از الان وقت خودتون رو تلف نکنید بابت این که هر چی من میگم رو کلمه به کلمه بنویسین یا برین خدای نکرده برین و این صوت من رو بذارین و بین خودتون تقسیم کنین و هر کسی یه بخشش رو پیاده کنه و وقتتون رو اینطوری تلف بکنید. اگر میخواید در کلاس من موفق باشید، در کلاسی که به صورت آنلاین با هم دیگه داریم، حضور داشته باشید و گوش بدید، عمیقاً گوش بدید. فقط یک حضور بسیار فعال به این معنی که جدی گوش بدین و اگر نکاتی به ذهنتون رسید یادداشت‌های کوتاهی بکنید. مثلا یک جلسه من شاید 2 صفحه 3 صفحه بیشتر نباید بشه برای شما. وقتی یادداشت خلاصه برداری کنید، نکات اصلی که من گفتم رو برای خودتون بنویسین که بعداً هم که بهش رجوع میکنین یادتون میفته که من چی گفتم. این اصل کاریه که باید انجام بدین سر کلاس. و بعد متونی که من به شما میدم، این متون رو باید بخونید. هر جلسه ما درس‌ها کتاب‌هایی رو، صفحاتی از کتاب‌هایی هست که شما باید حتما اونا رو بریم بخونید و این کار بسیار مهمیه و اونم باز به این معنی نیستش که باز برین اونا رو هم بخونین خلاصه برداری کنین یا بخواین اونا رو حفظ کنین. نه، اونها برای اینه که شما با اون مطالب آشنا بشین، بخونید و ذهنتون گسترده بشه. بنابراین حضور فعال در کلاس من با گوش باز و ذهن باز و خواندن متونی که بهتون پیشنهاد میدم شما رو کاملا آماده میکنه و به ویژه با اون کلاس‌های اختیاری که براتون گذاشتم که به بهترین نحو آزمون میان دوره و پایان دوره رو توش پذیرفته بشید با نمره خوب. من کمترین میزان رو خواهم گذاشت کمترین ارزش رو خواهم گذاشت برای حافظه شما که شما من چیزایی که بهتون گفتم رو هی بیان برای من دوباره تکرار بکنید. امیدوارم که همونجور که پیشتر میریم اینا براتون روشن‌تر و روشن‌تر بشه. برای من آن چیزی که مهمه تکاپوی ذهن شماست، یعنی این که زیاد بخوانید، زیاد تحلیل بکنید و موقع نوشتن بتونید اون مطلبی که میخواید بگید رو با زبان خودتون و با فهم خودتون بیان کنید. بنابراین در موقع آزمون‌ها هم به دنبال کارهای عجیب و غریبی نخواهم بود که آیا بچه‌ها تقلب میکنن نمیکنن. من توی این چیزها نیستم. به شما هم کاملا به همتون اعتماد دارم که من با شما صادقانه رفتار کنم، شما هم تا جای ممکن با من صادقانه رفتار خواهید کرد و این مسائل اصلا نخواهد بود. این سوالا یه جوریه که بی‌معنیه و سعی باید بکنید هر کدوم با زبان خودتون اون مسئله رو توضیح بدید. خب بیش از این دیگه وقت کلاس رو نمیگیرم. همین حدس میزدم یه نیم ساعتی وقت ما بابت این گرفته بشه. دوستان اگه همین الان در مورد مطالبی که گفتم، در مورد همین مطالبی که گفتم اگر سوالی دارین بفرمایید، خدمتتون هستم
وگرنه من وارد بحث خودم بشم. خب کسی نکته ای ننوشته بچه ها، بنابراین خیلی خوب، خدا رو شکر که مطالب روشن بود. و پس من درس رو شروع میکنم بچه ها. هر وقت بچه ها ببین هر وقت سوال داشتین، اگر سوالتون رو میخواستید به صورت نوشتاری بنویسین، سوالتون رو توی بخش همین گفتگوی عمومی بنویسین. نمیدونم بچه ها، خانم گلستانی ببین درستش اینه که ما همینجا برگزار کنیم. الان شما خیلی به مشکل خوردین، غیر از این که چند بار من افتادم بیرون و برگشتم. اگر همینه این رو به نظرم میشه تا حدی باهاش کنار اومد. اگه شماها مشکل خیلی زیادی دارین بگین. آقای میرزایی هم میگه خیر. آره یعنی خیر، اما خیر چی آقای میرزایی؟ خیرت من پرسیدم که مشکلی دارین، یعنی شما گفتین خیر. به این من متوجه شدم. بله. خب پس همینجا بچه ها. بله آقای صدری بفرمایید. بفرمایید. جان آقای صدری، من این کار رو در سال گذشته همین ترم که ماجرای کرونا آغاز شد تا پایان ترم انجام دادم. به نظر خودم هم تجربه بسیار موفقی بود. خودم هم خیلی به این کار علاقه دارم و منتها بچه ها توی اون کلاس گفتگو کمتر شرکت میکردن. اما اگر میتونیم زمانش رو کمتر کنیم، میتونیم مثلا نیم ساعت بذاریمش که شما بیاین، اینطوری برای من خیلی راحت تره، چون که من بدون قطعی ضبطش میکنم، برای شما توی سایت پایگذاریش میکنم و شما هم تو سایت میتونید بشنوید. سال گذشته من این کارو کردم. نماینده کلاس نمیدونم آقای صدری شمایی، خانم مطلوبی، کی هستش، اگر با بچه ها یک چیز بکنید، یک نظرسنجی بکنید. دانشگاه میگه آنلاین باشه، اما منظورش از آنلاین همین جلسات همین جلسات گفتگوی سوالی میتونه باشه. بنابراین اگر شماها موافق باشین من ضبط میکنم و در جلسات کلاسیمون نیم ساعت تا 1 ساعت حتی بسته به حضور شما و سوالات شما داره میایم و اضافه میکنیم. اینطوری زمان کلاستون بیشتر میشه، چون من 1 ساعت 1 ساعت و نیم به شما درس میدم، 1 ساعت براتون اینطوری درس میذارم، 1 ساعت هم میام تو سامانه. اگر موافقین با این، الان شنیدین نظرم رو، 1 ساعت هر جلسه میشه 1 ساعت، من 1 ساعت کامل درسم رو میدم، بعد میام توی سامانه دیگه تا 1 ساعت هستم. اگر سوالی داشتین از من میپرسین و بحث میکنیم اونجا تو همین سامانه که حالا قطع وصلیش دیگه خیلی اون موقع اعصاب خورد کن نیستش. اگر بچه ها موافق باشن به نظر من این خیلی روش خوبیه، چون من 1 بار این انجام دادم و به نظرم خیلی هم کارآمد بود دیگه. حالا آره دیگه. آره. نه ببینیم بچه ها، مثلا ببین من شب قبلش یا صبحش، ترم پیشم این کار کردم، 2 ترم پیش آپلودش میکردم که شما دوستان تا از فرصت داشتن که بشنون این رو. 1 ساعت هم بیشتر نیست، میشنیدم و اگر سوال داشتن میومدن و انجام میدادن. حتما الا که سوال کردن که جلسه بی معنی میشه. میگم من 1 بار این کارو انجام دادم، خیلی هم موفق بوده.
اگر شما ها موافقین منم موافقم و بچه‌ها برای کلاس هنوز گروه من فقط این گروه چیز رو گذاشتم دوستان، گروه اسکایپ رو گذاشتم که لینکش رو براتون فرستاده بودم توی ایمیلاتون. اگر یک گروهی هم خواستین میتونید توی چیز تشکیل بدین، اما توی همون لینک توی اسکایپ میتونین این کار رو انجام بدین. یعنی مطلبی دارین، سوالی دارین دیگه، الان اون راه ارتباطی مونه اون اسکایپ و هر چیزی خواستین اونجا میتونید بگید. البته میشه توی واتساپ هم اگر خواستین تو واتساپ هم میشه یک چیزی ایجاد کرد، گروهی ایجاد کرد و اونجا در تعامل بود. شما دوستان نماینده ورودیتون کیه؟ نماینده ورودی شما کیه؟ خانم مطلوبیه؟ آقای صدری شما کیه؟ آقای صدری شما هستی؟ خب پس آقای صدری این کار رو انجام بده و به من خبر بدی برای جلسه آینده ها توی همین اسکایپ، توی اسکایپی که داریم به من خبر بدین همین امروز بعد از کلاس. آره الانم تقریبا 28 نفر توی سامانه هستن. اگر همین الانم بچه‌ها بتونن که حالایی که هستن، همین حالا که هستن نظرشون رو بدن، تقریبا معلوم میشه که چیزه. چون من میدونم شما معمولا لینک گروه اسکایپی رو خانم حاجی قاسمی من توی اون چیز فرستادم، توی اون پیامی که براتون نوشتم که ساعت 4 کلاس تشکیل میشه برای همتون اومده، اونجا نگاه بفرمایید، اون لینک گروه اسکایپی اونجا هستش. پس بچه اگر با روش کنونی موافقین 1 بزنین، اگر با روشی که آقای صدری گفتن که خودم باهاش موافقت دارم، آسونتره، زمانی هم که من در خدمتتونم تقریبا توش بیشتره، 2 بزنین. همین الان همتون بزنین ببینیم که چند تا 1 و 2 میاد. خیلی خوب، 2 رو میشمارم. اول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 تا 2. خانم باقری اول به سوال من جواب بده. دادی به سوال من جواب؟ بعد سوال پرسیدی؟ تو واتساپ هم میشه، مخصوصا دموکراسی که اینقدر شفاف باشه. آقای صدری که بشه همون موقع شمردش 14 15 نه چی شد 19 بود فکر کنم، به شرطی که شمارشگرش من نباشم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 بله 20 21. آقای طیبانی رأی بده عزیز من. 21 کی تا حالا 2 گفتن؟ 1 و خب پس 22 تا 2 گفتن. 1 2 3 بله 4 نفرم گفتن. 22 نفر گفتن 2، 4 نفر گفتن 1. تعداد کلاس شما البته اونطوری که من داشتم بچه 44 نفره. الان دوستانتون کم تعدادشون، اما تقریبا بر اساس چیزی که الان دوستانتون دارن میگن اون حالت میشه. اگر شماها آقای صدری یک گروه واتساپی درست بکنین خودتون، یا هم که نه تو همون اسکایپ به دوستانتون هم اعلام بکنین. من اونجا خودم می نویسم بعد از جلسه که 1 و 2 اونجا توی اون لینک اسکایپ همه رأی بدین ببینیم چی میشه، نتیجهش اونجا مشخص میکنیم. اینطوری که معلومه بر اساس رأیی که الان دادین تقریبا 28 نفر 44 نفر
یعنی تقریبا 16 نفر دیگه موندن. حتی اگر اون 16 نفر هم همه بگن یک، باز هم نمیشه این. اما لینک چیز رو، لینک واتساپ فرستادم براتون، الان دم دستم. خیلی ممنونم خانم رابطی، بسیار بسیار ممنون، لطف کردید. خب یکی از توفیقای من سر کلاس این بود که میتونستم شماها رو ببینم، با چهرهتون آشنا بشم، اسماتون رو تطبیق بدم. اما متاسفانه الان فقط برای من نامتون اینجا هستش. خب لطف میکنی آقای صدری، لطف میکنی آقای صدری. پس یه توضیح کوچیکم تو همون لینک اسکایپی بده که یک چی باشه، دو چی باشه. یه توضیح اجمالی که روشن باشه، بچه‌ها متوجه بشن. همه اگه رای بدن جلسه آینده رو اینطوری برگزار میکنیم که در هر صورت بچه‌ها یک شنبه و چهارشنبه ساعت 4 من سر کلاس هستم، در هر دو صورت. منتها اگر حالت دوم باشه من ساعت 4 که هستم، بسته به میزان حضور شماها به سوالاتتون تا پاسخ میدم تا 1 ساعت. اگر هم نباشین تا یه 20 دقیقه نیم ساعت صبر میکنم و از اونجا خارج میشم. در چیزام به روز قبلش، شب قبلش یا صبحش براتون فایل درس رو میگذارم. بنابراین حضور ما در ساعت بنابراین حضور ما بچه‌ها در ساعت 4 روز یک شنبه و چهارشنبه حضور من قطعیه، چه حالت اول باشه چه حالت دوم باشه، البته به شرط حیات. خب نکته‌ای که بچه‌ها در صحبت‌های اولیه هم خدمتتون گفتم این بود که هدف ما از این درس چیه؟ چرا ما داریم درس تاریخ فلسفه مدرن نخستین رو میخونیم؟ خب یه بینش اولیه‌مون اینه که خب این بخشی از تاریخ فلسفه است و هر که دانشجوی فلسفه‌ای باید با اندیشه‌های فیلسوفان آشنا باشه و همونطور که تاریخ کلاسیک فلسفه رو خوندیم، تاریخ قرون وسطاش هم خوندیم، تاریخ مدرن رو هم میخونیم تا میایم تاریخ معاصر فلسفه رو هم میخونیم. این حرف بیجایی نیست و درست هم هست. اما یه فرق مهمی اینجا وجود داره بین تاریخ فلسفه مدرن به بعد و تاریخ فلسفه مدرن به قبل. یعنی چی؟ یعنی این که آن فلسفه ای که ما از این ترم شروع به خواندنش میکنیم و باهاش درگیر میشیم و سعی میکنیم بفهمیمش، فلسفه ایه که در نحو زیست کنونی ما نقش بسیار تعیین کننده‌ای بازی میکنه. یعنی این گونه نیست که ما اون رو به عنوان نظرات برخی فیلسوفان، نظرات صرف برخی فیلسوفان بخونیم و بعد ازش عبور کنیم، بلکه آن چیزی که از رنسانس یعنی دوران نوزایی به بعد در تفکر فیلسوفان قرن 16 و 17، مهمتر از همه 17، چون 16 هنوز فیلسوفان هنوز در اون حدی نیستن، امثال مونتین هستن، فیلسوفایی که دارن تازه راه رو باز میکنن. مهمتریناشون بیکن و دکارت که فیلسوفای قرن 17 هستن، هابز که قرن 17. این راهی که این فیلسوفان دارن باز میکنند راهیه که این راه توش زندگی انسان امروزی شکل میگیره. آن چیزی که ما امروز به نام علم داریم، آن چیزی که پس از آن به نام تکنولوژی داریم، آن چیزی که پس از آن به عنوان علم جدید یعنی فیزیک جدید، ریاضیات جدید و همه علوم بر اساس اینها دوباره یک معاصرتی پیدا میکنن در قرن 20 داریم، همه روی این استواره. آن چیزی که به نام عصر دیجیتال میشناسیم بر روی این بنا استواره و آخرین گام آن چیزی که امروز به نام هوش مصنوعی میشناسیم که به نحو حیرت انگیزی داره جهان ما رو میسازه، کنترل میکنه و شکل میده
و روز به روز داره قدرتش افزونتر و افزونتر میشه به حدی که بسیار میتونه خطرناک باشه برای زیست انسانی از لحاظ باقی ماندن انسانها و افراد انسانها به عنوان مراکز کنش و مراکز اصلی کنش و شناخت. تمام این مسیر مبتنی بر این چرخشیه که در دوران نوزایی داره انجام میشه و فلسفه هایی که ما در این دوران میخونیم. بنابراین این دوره از تاریخ فلسفه دورانی است بسیار متفاوت با دوران گذشته. این به معنای آن نیست که فلسفه های گذشته بی ارزشند، به هیچ وجه. فلسفه های گذشته هم دوباره در پایان قرن 19 به میدون فرا خونده میشن، دوباره تفسیر میشن، دوباره فهم میشن. از همون آغاز دوران فلسفه مدرن هم فیلسوفان مدرن در تقابل با اونها، در چالش با اونها حرف خودشون رو بیان میکنن. بدون اونها سخن فیلسوفان مدرن هم فهمیدنش بسیار سخت و دشواره. همه اینا درسته، اما نکته مهمی که اینجا وجود داره و بسیار بسیار ما باید بهش توجه کنیم، نقش اساسی این فلسفه ها در زیست امروزی ماست. یعنی دوران علمی، دوران تکنولوژیک و دوران دیجیتال و هوش مصنوعی. اینها رو در نظر بگیرید. در تمام اینها یک منطق، یک نوع نگرش به جهان، یک نوع فهم از نسبت انسان با خداوند، یعنی کل واقعیت، و با جهان وجود داره. این فهم که صدام هست دیگه. بله. این فهم که فهم غالبیه که در این دوران شکل میگیره، بسیار بسیار برای ما مهمه فهمیدنش. نه به عنوان باز یک فهمی که امروز میخوایم بگیم ما اونگونه بفهمیم، قرن 16 قرن 17 قرن 18 یا قرن 19 و حتی قرن 20 بفهمیم. امروز فلسفه در قرن 21 و با مشکلات و دشواری‌هایی موجود در قرن 20 در تلاش و در کشمکشه. اما ما برای اینکه بتونیم این فلسفه قرن 21 رو بفهمیمش، اون رو با چیزهای دیگه اشتباه نگیریم، نسبت به اون دچار توهم نشیم، به ویژه توهمی که برای نمونه ما در نسبت با فلسفه پست مدرن و فیلسوفان پست مدرن در 30 سال پیش توی ایران شکل گرفت، 40 سال پیش، 50 سال پیش، از 50 سال پیش شروع شده این بحث ها، از دهه 40 خورشیدی و از دهه 1960 میلادی این بحث ها توی ایران هم همگام با اون انقلاب می 1968 و اتفاقات بسیار مهم دهه 60 جهان در ایران هم در دهه 40 این بحث ها طرح شده و بسیار جدی. اما اونجا به واسطه نداشتن همین بنیادها و نفهمیدن مبادی اصلی فلسفه مدرن، فلسفه پست مدرن نسبتش با فلسفه های مدرن درک نشد و گویی یک جور بازگشت به جهان سنتی، یک جور بازگشت به جهان پیشا مدرن فهم شد در جامعه های فلسفی مثل جامعه ما که امروز ما که در اون روزگار می اندیشتیم. و بحث های بسیار زیادی هم در اون دوران بر اساس همین فهم طرح شد و شکل گرفت. بنابراین خواندن این دوره یک متفاوته، چون در زیست و زندگی ما دخیله، و دو خواندن این دوره خاصی که ما در این ترم میخونیم نقش مقدمه و فونداسیون، شالوده و بنا و بنیادی رو داره برای آن بنایی که فلسفه در طول این چند سده میسازه و پیش میره. بنابراین اگر ما بخوایم امروز همگام با فلسفه هایی که به مسائل مهمی مثل هوش مصنوعی، محیط زیست و اقتصاد جهانی، سیاست در سطح کلی جهانی، مسائل مهاجرت و اموری از این دست، حقوق بشر میپردازن، اگر بخوایم بتونیم در این بحثا مشارکت بکنیم و نقشی داشته باشیم، لازمش اینه که ما اصلا در گام نخست بدانیم این چرخش مهمی که در پس از دوران نوزایی و به ویژه در پایان قرن 16 و آغاز قرن 17 در تفکر فلسفی مدرن پدید آمد چه بود، چه لوازمی داشت، چه لوازم متافیزیکی داشت، چه لوازم سیاسی داشت، چه لوازم اخلاقی، چه لوازم انسان شناختی داشت. در تمام زمینه ها چه لوازمی در هنر داره، در علم داره، در ادبیات داره. در تمام این زمینه ها یک چیزی عوض شده،
یک نوع نگرش جدیدی پدید اومده که باید اون رو بشناسیم. به همین خاطر بچه‌ها من این رو، همه این حرفایی که زدم رو در این تعبیر بسیار ساده خلاصه میکنم براتون، و اون اینه که ما در این ترم میخوایم بفهمیم که ذهنیت علمی چگونه شکل گرفت، یعنی scientific mentality، ذهنیت علمی چگونه شکل گرفت و چیست. وقتی میگیم یک تفکری علمی است، وقتی میگیم جهان مدرن جهان روشه و علوم از هم بر اساس تمایز روش‌هاشون از هم جدا میشن، نه بر اساس موضوعاتشون. وقتی که میگیم علم جدید با علم کلاسیک قابل مقایسه نیست و متفاوته از اون، در عین حالی که با اون نسبت داره، چی داریم میگیم؟ این نکته هدف اصلی من از این ترمه. به همین خاطرم اون کلاس تکمیلی در واقع کارگاهی رو برای شما گذاشتم که میخوام نه تنها ما درباره این ذهنیت علمی و چگونگی شکلگیریش و چیستیش نه تنها با هم میخوایم صحبت بکنیم، بلکه میخوایم در یک کارگاهی سعی بکنیم انجام دادنش رو هم بیاموزیم. یعنی بفهمیم که وقتی یک فیلسوفی میگه که من میخواهم فلسفه‌ام به نحوی باشه که همچون یک علم استوار باشه، منظورش چی هستن؟ چی داره میگه؟ چه آرزویی رو داره بیان میکنه؟ یکی از بزرگترین خطرها بچه‌ها برای ما در جهان فلسفیمون اینه، یکی از بزرگترین خطرهای فلسفه است این همیشه. فیلسوفای نظیر لایبنیتس که پدر منطق سوری هستند و پدر زبان ریاضی هستند که با اون جبر بول و نهایتاً خلاصه ریاضیات کامپیوتر و برنامه نویسی کامپیوتر شکل گرفت، زبان کامپیوتر شکل گرفت، تمام تلاشش این بود که بیان یه چالشی داره فلسفه. چالش فلسفه اینه که برای بیان خودش از زبان روزمره استفاده میکنه. یعنی من الان میخوام بگم به شما، بچه‌ها میگم چگونگی شکلگیری ذهنیت علمی. اگر شماها حواستون جمع باشه به من میگید مگه علم قبلا نبوده؟ مگه علم یه چیز تازه پدیده؟ مگه علم در زمان ارسطو نبوده؟ مگه علم در زمان ابوریحان و ابن هیثم و ابن سینا و اینها نبوده؟ معلومه که علم اون زمان هم بوده. پس چی میگی چگونگی از شکلگیری ذهنیت علمی؟ آیا پیش از این علم نبوده؟ یعنی اینجا یک ایهامی داریم ما که این ایهام جزو چالش‌های بزرگ فلسفه است که عرض کردم لایبنیتس می‌خواست همین از بین ببره، که تلاش کرد یک زبان کلی و با نشانه‌های کلی پدید بیاره، شبیه همین زبان منطق جدید که خوندین، که با اون بتونه مفاهیم اصلی فلسفه رو براشون علامت بذاره. این مفهوم علیت تعریف داشته باشه، علامت هم داشته باشه. اگر می‌خوایم بگیم الف علت ب است، بنویسیم الف، اون علامت رو بذاریم و بعدش بذاریم ب. توجه این مثلا توی زبان منطق جدید که میگیم پ یا کیو، پ و کیو، پ آنگاه کیو، ببینید اینا علامت هایی بودن، یک سری چیزهایی بودن، نشانگرهایی بودن که به ما میگفتن که باید چه کنشی اینجا انجام بشه، مشخص میکردن کنش تعریف شده اونجا برای ما انجام میشه. تلاش این فیلسوفانی مثل لایبنیتس برای این بود که جلوی این ایهام فلسفه رو بگیرن. چرا؟ چون من تا الان به شما میگم علم، به ذهن شما میاد علم. ببینید ما حتی در قرآن هم واژه علم رو داریم، ما در احادیث هم واژه علم رو داریم، در سنتمون، در سنت فکریمون واژه علم رو بسیار به کار بردیم، در زبان روزمرهمون واژه علم رو بسیار به کار میبریم. برای همین وقتی که میگیم که دنیای مدرن با دنیای علمه، اینجا به راحتی ممکنه ما دوچار این فریب و دوچار این مغالطه بشیم که گمان ببریم که خب علم، ما که میدونیم علم چیه، ما اصلا خودمون جزو صاحبان علم بودیم در تاریخ و این یه واقعیت تاریخیه. ما مشارکت بسیار جدی در تاریخ علم در جهان داشتیم، در این شکی نیست. اما آیا آن علمی که ما امروز میخوایم از این جلسه و در این ترم میخوایم بهش بپردازیم، این علمی که اینجا ازش داریم صحبت میکنیم، آیا همان علمه؟ در این که این با اون نسبت داره شکی نیست، اما هم این همانه؟ آیا این همونه؟
یا به طور کلی اصلا درک جدیدی است از جهان. به طور کلی جور دیگه این علم داره به جهان نگاه میکنه، به انسان نگاه میکنه، به خداوند نگاه میکنه و به رابطه این سه تا اصل مهم متافیزیک یعنی خدا، جهان و انسان میپردازه. این چیزیه که ما میخوایم توی این ترم بفهمیمش و مهمتر از همه شما توی اون کلاس ها بتونین این رو لمس کنین، یعنی خودتون بتونین اجراش کنین، انجامش بدید. و این بنابراین هدف ما توی این ترم همین تعبیر بسیار کوچیکه. از همون آغاز ترم دوستان این رو تو ذهنتون داشته باشید تا پایان این ترم که ما میریم شما همش این رو تو ذهنتون داشته باشین که خب ما از دکارت چه آموختیم درباره ذهنیت علمی، از بیکن چه آموختیم، از اسپینوزا چه آموختیم، از هابز، از لاک، از بارکلی، اینا چه آموختیم در مورد این ذهنیت علمی تا بتونیم یک ذهنیت بسیار گسترده و دارای جوانب گوناگون از این مسئله داشته باشیم تا مهمترین کار رو بتونیم انجام بدیم در طول تاریخ این فکر مدرن، بتونیم حرکت بکنیم تا قواعد جهان امروز رو بفهمیم، تا مبانی جهان امروز رو بفهمیم. یعنی اگر وارد سیاستش میشیم بفهمیم که این سیاست با آن واژه‌ای که ما در فرهنگ خودمون داشتیم که مثلا میگفتیم سیاست، حالا غیر از اون تعبیری که در ادبیات داشتیم که میگفتیم یک کسی رو باید سیاست کرد، یعنی میگفتیم باید تنبیهش کرد و اینا، به معنی همون علم سیاست، یعنی همون علمی که درباره خلاصه تدبیر مدن و شهرها و چگونگی زیستن شهروندان در شهرها و بهترین نوع حکومت و عادلانه ترین نوع حکومت، تمام این بحثایی که طرح میشه در اون سیاست مدن، اون بحث سیاست مدن، این سیاست با اون سیاست فرق داره گرچه واژه یکیه. این یکی از بزرگترین چالش های ماست که این واژه ها ابهام دارن، یکسانن، برای همه یه واژه به کار میره و ما موقعی که به اینها میاندیشیم این ایهام ما رو به اشتباه میاندازه. خب پس این تعبیر رو جلوی ذهنتون داشته باشید که تا همه اینها رو داریم میخونیم تا چگونگی شکلگیری این ذهنیت علمی رو بفهمیم. اما برای اینکه بچه‌ها وارد این بحث بشیم و بتونیم با این مسائل فلسفی نسبت برقرار کنیم، یه مقدار زیادی در این جلسات اول ما نیاز داریم به حجم زیادی از داده هایی که این داده ها فلسفی نیستن بلکه مربوط به رخدادهای مهمیه که در قرن 15 دارن رخ میدن. قرن 15 بچه‌ها قرنیه که توش ما میدانیم که از قرن 10 و 11 نهضت ترجمه شروع شده و داره متون علمی از جهان اسلام به جهان مسیحی ترجمه میشه. ببینید ما از قرن 11 تا 13 200 سال جنگ های صلیبی رو داریم بین مسلمان ها و مسیحی ها که مسلمان ها هم ترک هایی هستن که عثمانیه در واقع، یعنی جنگیه که اونجا شکل گرفته بین اینها و اینا. وقتی میگن مسلمان بیشتر اروپایی ها تو ذهنشون ترک ها هستن و درباره اونها دارن حرف میزنن. جنگ هایی بین اینها، بین مسلمان ها و مسیحی ها در این 1092 تا 1290 تقریبا این حدود، از قرن 11 پایان قرن 11 تا پایان قرن 13 داره جنگ هایی شکل میگیره. در این جنگ ها علاوه بر جنگ اینا دارن با هم آشنا میشن، اینا در جنگ با هم آشنا میشن. یکی از قواعد جنگ اینه که شما باید رقیب دشمنتون رو بشناسید و همین شروع کنید درباره اون مطالعه کردن، اعتقاداتش چیه، نحوه آداب و رسومش چیه، چه جوری فکر میکنه، چه جوری با دوستش رفتار میکنه، چه جوری با دشمنش رفتار میکنه. جهانش رو باید بشناسید در جنگ. یکی از بزرگترین راههای آشنایی جهان قرون وسطایی مسیحی با جهان شکوفا و 100% غیر قرون وسطایی اسلامی، یکی از مهمترین راههای تعاملشون این جنگ‌های صلیبیه. یادتون باشه بچه‌ها امروزه فلسفه اسلامی و کلاً فرهنگ اسلامی رو جزء فرهنگ قرون وسطا میشمارن.
این کار خیلی کار نادرستیه. حواستون باشه به این، چون که در اون دوران ما در قرون وسطا نیستیم. اگر بخوایم تعبیر قرون وسطا رو بدون معنای لفظیش به کار ببریم، ما امروز در قرون وسطا هستیم بیشتر تا اون زمان. یعنی اون زمان دوران شکوفایی کامل فرهنگ اسلامیه که در اون دوران برترین دانشمندان جهان در این منطقه جغرافیایی از جمله ایران و ایرانیان قرار داره. اینجا نقطه اول علم در جهانه برای چند صد سال. یعنی ببینید بعد از اینکه یک حرکت علمی داریم، این حرکت علمی رو بهش توجه بکنید. ما آغاز حرکت علمی رو معمولا تو یونان میذاریم، اما میدانیم که یونان، پیش از یونان مصر وجود داشته، بابل وجود داشته، هند و ایران. اینا مراکزی هستن که مراکز علمن و قبل از چیز وجود داشتن، قبل از یونان. اما یونان اونجاییه که این آثار مکتوب و مضبوط میشه و مهمتر از همه خصلت نظری پیدا میکنه، طبق تحلیلی که ارسطو به ما میده در متافیزیک، که میگه مصری ها هم ریاضی داشتن، از هندسه استفاده میکردن برای اندازه‌گیری اینکه بعد از اینکه مثلا رود نیل طغیان میکرد و تمام خطکشی های زمین های اینها رو از بین میبرد، برای اینکه بفهمن که زمین ها رو چجوری دوباره برگردونن به همون حدود اولیش و کسی زمینش رو از دست نده، اینا مجبور بودن قواعد علم هندسه رو بلد باشن و به کار ببندنش. اما هیچ کدوم به نحو نظری درباره هندسه نیندیشیدن. این یونانیان بودن که به نحو نظری اندیشیدن درباره علم هندسه، گرچه اونا داشتن. همین رو درباره بابلیان میگن و نجومی که بابلیان داشتن و علوم دیگری، همونطور که هند ریاضیات داشته. علم اندیشه ایران اندیشه بسیار بسیار ارجمند زرتشت رو داره، اندیشه توحیدی داره، اندیشه عرفانی داره. اینا همه چیزایی که خب پیشینه های اون علم. اما وقتی که به یونان میره، از یونان که آغاز میشه، ما در 300 میلادی با ظهور اسکندر روبرویم که دوران هلنیستی آغاز میشه و سقوط دولت شهرهای یونانه. از همون زمان که ایده جهان وطنی شکل میگیره و مکاتب رواقی شکل میگیره، با تأسیس شهر اسکندریه از سوی اسکندر در مصر، این مطالب و متون به اسکندریه مصر منتقل میشه و مکتب اسکندرانی تفکر چه در مسیحیت و چه در غیر مسیحیت در سده‌های بعدی شکل میگیره تا قرن سوم میلادی. یعنی از قرن 3 قرن قبل از میلاد مسیح به 3 قرن بعد از میلاد مسیح این منطقه علم عوض میشه از یونان و خلاصه اول میره به روم و بعد از روم هم در همون زمان که اسکندریه رو شکل داده، شهر اسکندریه رو پدید آورده اسکندر اونجا میشه مرکز علم. بعد از اسکندریه این علم حرکت میکنه به 2 شهر مهم، روها و ادسا، که اینا 2 شهری هستن که در مرز سوریه و ترکیه کنونی هستن. اینا 2 تا مکتب علمی هستن که اینها در زمان حکومت ساسانیان. بعد از این که این 2 جا در جهان امپراتوری روم شرقی اینها قدرت خودشون رو از دست میدن و امپراتور روم شرقی در 529 میلادی مکتب آتن رو میبنده و مدارس فلسفی رو میبنده، این علم میاد به سمت دانشگاه جندیشاپور و تیسفون و ایران در زمان انوشیروان و اینجا میشه مرکز علمی که به سرعت هم بعد از اون در حدود 100 سال 200 سال ما میرسیم انتقال این دانش از جندیشاپور به بغداد کنونی که مرکز خلافت خلفای عباسی و خلفای عباسی میشه که مرکز علمه. این علمی که این مسیر رو طی کرده دوستان، این علم اومده در چیز قرار گرفته، در بغداد قرار گرفته و همون دوران شکوفایی ماست که عرض کردم ما در این دوران دیگه قرون وسطا نیستیم، گرچه اونجا قرون وسطاست و تاریک شده جهان. اما اتفاق مهمی که وجود داره اینه که این متون اصلی، اما همه کجاست؟ همه این متون اصلی در کنستانتینوپل یا قسطنطنیه یا استانبول کنونیه.
یعنی در اون شهر، چون اون شهری بود که کنستانتین پادشاه مسیحی امپراتوری روم شرقی اون رو تأسیس کرد و تمام متون اصلی اونجا بود و بسیاری از یونانی دانها هم اونجا بودند. با حمله سلطان محمد دوم در 1453 به استانبول و گرفتن تسخیر استانبول، یکی از اتفاقات مهمی که میفته، هم یعنی پس از اینکه اون 200 سال آشنایی اینها رو داشتیم و نهضت ترجمه از متون عربی شکل گرفت و اون میراث رو داشتن منتقل میکردن، در 1453 یعنی تقریباً 200 سال بعد که میشه قرن 15، این متون به واسطه حمله سلطان محمد دوم از قسطنطنیه منتقل میشه به فلورانس و ایتالیا که در اون امیرنشین ها یا شهریار نشین هایی پدید اومده در ایتالیای اون زمان که 5 شهریاری بزرگ هست: شهریاری ونیز، فلورانس، ناپل، میلان و روم که مال کلیساست، که تمام ایتالیا تحت قدرت این هاست. این متون از اونجا به همراه خوانندگانش، یعنی کسانی که یونانی بلد بودن، از اونجا منتقل میشه به فلورانس و در فلورانس به عنوان قطب علم، قطب هنر و قطب فرهنگ در ایتالیای آن زمان، به ویژه به واسطه پشتیبانی و همیاری خاندان مدیچی که یک خاندان بسیار علم پرور و هنر پرور و البته بسیار جبار و بسیار هم خونریز بودن، شکل گرفت که کسانی امثال داوینچی، کسانی امثال مایکل آنجلو یا میکلانج، رافائل در هنر و کسانی مثل فیچینو در و پلوتین و امثال اون در فلسفه و حکمت، که فیچینو کسی بود که اونجا در دوران خاندان مدیچی تونست آکادمی افلاطون به ریاست اون تشکیل شد و تمام اون متونی که در اون قرن 9 و 10 و 11 از عربی علم از طریق اونها از یونانی به سوریانی به عربی به لاتین منتقل شده بود، حالا دیگه مستقیما از یونانی به لاتین ترجمه میشد و منتقل میشد. پس یکی از اتفاقات بسیار مهمی که ما در اینجا داریم، اتفاق اول چیه؟ نهضت ترجمه در جهان مسیحیه که باعث رونق قرون وسطای متأخر میشه، یعنی اون قرن 13 که توش ما همه این فیلسوفای برجسته‌شون مثل توماس، مثل ویلیام شامپویی و امثال اون رو داریم، همه در اون دوران ترجمه است. اما بعد از اون اتفاق بسیار مهمتر، اتفاقی که در قرن 15 داره میفته که با حمله کردن مسلمون ها به سرزمین های مسیحی، خیلی اتفاق مهمیه بچه‌ها. یعنی فقط یک اتفاق نمادین در نظرش نگیرین، سقوط امپراتوری روم شرقیه که بیش از 1000 سال این شهر قدمت داره به مثابه یک شهر مسیحی و پایتخت امپراتوری روم شرقیه. فرو ریختن این امپراتوری یک زنگ خطر بسیار بسیار بلندیه برای اروپایی‌ها که مسلمان‌ها آمدند و پایتخت ما رو هم تصرف کردند، به زودی کل اروپا رو خواهند گرفت، به زودی تأثیرات بسیار عمیقی در جهان ما خواهند گذاشت. شاید ندونین، اما یکی از اتفاقات جالب در اون دوران اینه که شهریار نشین ونیز به همراهی پاپ میفرستند به ایران در زمانی که اوزون حسن پادشاه آقویونلوها و قرقویونلوها اگه یادتون باشه، بعد از ایلخانیان که هولاکو نوه چنگیزخان مغول اون رو تأسیس کرده بود، بعد از اونها و قبل از صفویان در ایران پادشاه بودن و حکمرانی میکردن. نامه نوشتن برای اوزون حسن، بهش اسلحه دادن، چون یکی از چیزهایی که در قرن 15 اینها کشف کردن، زودتر در قرن 13 در واقع راجر بیکن کشف کرد، همون فیلسوف آکسفوردی که بسیار تجربه باور بود و به تجربه و آزمایش علمی خیلی توجه داشت، همراه روبرت گروستس در مکتب آکسفورد بود. اون باروت رو کشف کرده بود و اینا با کمک باروت تونسته بودن تفنگ و توپ و سلاح‌های این چنینی درست بکنن. اون
اونها برای ایرانیان، برای اوزون حسن تفنگ فرستادن و قراردادی باهاش نوشتن که تو بیا از پشت سر به عثمانی حمله کن که دیگه عثمانی بیشتر از این وارد اروپا نشه و برگرده به سمت خلاصه غرب خودش، نه شرق خود، ببخشید به سمت شرق مرزهای شرقی خودش و با ایران درگیر بشه. این سیاست رو اروپایی ها در دوران حکومت صفویان هم مدام ادامه دادند. یعنی جنگ صفویان و عثمانی ها یه جنگی بود که همواره باعث می شد که اون قدرت فوق‌العاده زیاد عثمانی خلاصه زیاد نتونه با خیال راحت به سمت اروپا حرکت بکنه و با یک خلاصه تقابل درونی در جهان اسلام این مهار شد از زمان اوزون حسن به بعد. بنابراین میخوام بگم این اتفاق بسیار اتفاق مهمیه، حمله مسلمان ها به پایتخت امپراتوری روم شرقی و فرو ریختن اون یکی از مهمترین نقطه نمادین برای آغاز دوران نوزایی. میگن 1453 در واقع این فتح قسطنطنیه است و سلطان محمد دوم. این همهنگام با این اتفاق در قرن 15 داره اون متون اصلی هم به همراه یونانی دانان هم دارن، اونا هم فرار دارن میکنن و مبنای آکادمی افلاطون رو در فلورانس اینها شکل میدن. اتفاقایی رو در نظر بگیم که داره با هم میفته. اتفاق مهم دیگه اختراع چاپه در این زمان. درسته که چینی ها قبلا چاپ رو اختراع کرده بودن اما کسی از اون خبر نداشت در اروپا. گوتنبرگ که چاپ رو اختراع کرد در همان قرن 15 باعث شد که نخستین ترجمه غیر کلیسایی از کتاب مقدس توسط اراسموس انجام بشه که اراسموس خودش جزو یه نهله‌ای که بهش اشاره میکنیم، جزو یکی از مهمترین کسانیه که در قرن 15 داره بر تقدیر این شکلگیری این جهان علمی تأثیر میذاره. ترجمه ای میکنه، چون ببین باز بچه‌ها ترجمه ها این که میگن باید زیاد بخونین یعنی اینه، باید یک عالمه اطلاعات داشته باشین تا تصویر درستی داشته باشین از اون دوران. یادتون باشه بچه‌ها اگر خیال کردید که اومدین فلسفه بخونین، صدای من میشنوی؟ یه لحظه شک کردم، ببخشید. خب بچه‌ها صدا قطع شده بوده من نشنیدم. آره بچه‌ها صدا الان هستش؟ من یه لحظه رفتم تو درس دادن خودم بچه‌ها، ببخشید حواسم پرت شد نشیدم دیگه. خیلی خوب، تا گوتنبرگ رو شنیدید، خیلی خوب، خیلی ممنون. ببخشید عذرخواهی میکنم. بله گوتنبرگ، داشتم گوتنبرگ رو عرض میکردم. یعنی گوتنبرگ با اختراع چاپ تونست یه رونق عجیبی ایجاد بشه. در مورد چی؟ در مورد رواج اندیشه های نو در کل اروپا. این بسیار کمک کرد که یه نمونهش ترجمه اراسموس بود. ترجمه یعنی بازم قطعه؟ الان صدام قطعه بچه ها؟ نه دیگه قطع نیست الان. صدام قطع نیستش، درسته؟ بله من اینجا چشمک که میزنه معلومه دارم صحبت میکنم، قطع نیستش. بله وصله. خیلی متشکرم. یعنی اختراع چاپ باعث شد که تمام اون نوآوری ها، تمام اون اندیشه های جدید و اون بینش هایی بودن که نو بودن به کمک چاپ به راحتی در اختیار همگان قرار بگیرن. یکی از مراکز مهم رنسانس غیر از فلورانس در هلنده که هلند اهمیت خودش رو بچه تا قرن 18 هم حفظ میکنه. هلند خیلی سرزمین مهمی بوده در جهان، منتها دیگه از قرن 18 به بعد یعنی قرن 19 دیگه اهمیت خودش رو از دست میده و جای مهمی نیست. یکی از آزادترین مناطق اروپا هلند بوده همیشه و در همون شهری که اراسموس در واقع ترجمه میکنه درباره این بعدا صحبت میکنه. پس یکی اتفاق دیگه ای در کنار اون دو اتفاق دیگه که عرض کردم اختراع چاپه که این اتفاق هم بسیار مهمه. داشتم اینو میگفتم که صدام قطع شد بچه‌ها. میگفتم که باید بچه‌ها اگر گمان کردید که
اومدید رشته فلسفه که یه سری کتابای خاصی رو بخونید و یه بحثای متافیزیکی فقط بکنید و خلاصه فلسفه خوندن یعنی فقط کتابای افلاطون و ارسطو یا کانت و هگل خوندنه، بدونید که سخت در اشتباهید. کسی که اهل فلسفه است داره بلندترین آرزوی علمی بشر رو آرزو میکنه و اون شناخت کله. و وقتی که شما آرزو میکنید شناخت کل رو، دیگه نمیتونید به خودتون به عنوان یک رشته و به عنوان یک کار محدود کار فلسفی رو نگاه کنید. برای همین اگر میخواید فلسفه بیاموزید، از همین آغاز بدونید بچه‌ها که شما باید حجم بسیار زیادی تاریخ بخونید. به خوبی باید تاریخ علم رو بشناسید، با مفاهیم بنیادین ریاضیات آشنا باشید، با دوره‌های مختلف هنر آشنا باشید، بفهمید درباره شعر و ادبیات و رمان درک داشته باشید، چیز بفهمید درباره امروز، درباره سینما و تئاتر بینش داشته باشید و کار کرده باشید، درباره موسیقی، درباره مفاهیم این چنینی بسیار بسیار باید کار بکنید. خواهش میکنم. متوجه میشین دوستان؟ یکی از دوستانتون شوخی کرده با ما، میگه که چند تا منبع برای مطالعات بیشتر قرون وسطا معرفی کنیم. خب من قبل از اینکه شما اینو بنویسی داشتم خودم رو توجیه میکردم که نگین به من که چرا این حرفا رو داری میزنی، اینا چه ربطی به درسمون داره. ما تا درکی از سیر تاریخ نداشته باشیم، مثلا شما خیال میکنید من ماجرای اوزون حسن رو همینطوری برای شما نقل کردم. نه، علت این که اوزون حسن رو به شما گفتم این بود که بدانید که هنگامی که به تاریخ ایران میاندیشید، بدانید که این تاریخ داره در جهان رخ میده. بنابراین هیچ وقت به تاریخ ایران به تنهایی نیندیشید. هنگامی که به تاریخ جهان میاندیشید، مدام از خودتون بپرسید در این دوره در ایران چه خبر است، چون ما جهان را از طریق ایران میشناسیم و در نسبت با اون برای ما جهان میشه. اینایی که دارم به شما میگم همه توش یک سری چیزای پشتشه که میخوام ذهن شما همینجور بازتر و بازتر بشه نسبت به فلسفه و اون رو محدود به یک سری کتاب‌های خشک فلسفی نکنید. گرچه کار اصلی ما استدلاله، کار اصلی ما ساختن رشته‌های استدلالی و توضیح مفاهیم و صدای من رفته، درسته؟ بله. خب بچه‌ها صدای من برگشت؟ نه هنوز صدای من برنگشته، درسته؟ صدای من برگشته؟ میشنوین صدای من رو؟ خیلی خوب. خیلی نمیدونم چرا این علامت بلندگو رفته، من شک دارم که صدام باشه. خیلی خوب، بگین هست، حتما هست. خیلی خوب، پس من ادامه میدم، هر جا قطع شد بگین. حتی داریم به آخر وقت کلاس هم میرسیم، اما امیدوارم که صدامو بشنوید، چون من اون چراغی که چشمک میزد، بلندگویی که چشمک میزد الان رو صفحه هم نیست اصلا به طور کلی. بله، خلاصه داشتم اینو میگفتم که شما مدام باید بدونین که گرچه کار اصلی ما ساخت مفاهیم، آفرینش مفاهیم، آفرینش رشته‌های استدلال و نگاه تحلیلی به واقعیته، اما در عین حال ما همواره کلنگریم در فلسفه و همواره باید کارمون رو در نسبت با کل معارف انجام بدیم و این تمام دشواری فلسفه است بچه‌ها. یعنی شما مجبورید خیلی درباره دیگر رشته‌های دانش بدونید، علوم انسانی که حتما خیلی خیلی زیاد باید ازش بدونید، اما علوم طبیعی رو هم باید به نحو جدی و بسیار مهمی بهش بیاندیشین. فقط به این مسئله الان فکر بکنین که بچه‌ها صدای من میاد؟ من یه لحظه شک دارم، یه آره‌ای بزنید یکی. خیلی
مرسی. ببینید ما همین الان من به شما گفتم مثلا مسئله‌ای داریم به نام هوش مصنوعی، مسئله‌ای داریم به نام محیط زیست، مسئله‌ای داریم به نام حقوق بشر، مسائلی داریم به نام گرسنگی و فقر در جهان، مهاجرت. اینا مسائل اصلی جهان امروزه. فقط به این مسائل فلسفی جهان امروز فکر بکنید که بخواید که این مسائل چقدر ریشه در علم دارن، چقدر باید با علوم. مثلا شما میگین حقوق بشر، خب این درگیر میکنه شما رو در جا با مسائل حقوقی و مسائل سیاسی هم هنگام. یا مثلا میگید محیط زیست، شما رو درگیر میکنه با تکنولوژی، درگیر میکنه با زیست بوم شناسی، درگیر میکنه با نمیدونم خود زیست شناسی، درگیر میکنه با انواع مدیریت ها و مسائل اقتصادی و تمام اینها. شما هوش مصنوعی که اصلا گفتن نداره که من به شما بگم ما چقدر باید درباره علوم کامپیوتر بدونیم، چقدر باید درباره نوروساینس بدونیم، چقدر باید درباره زمینه‌های گوناگون بدونیم. اینا همه چیزاییه که لازمه اگر امروز بخوایم کار فلسفی بکنیم. و الا یه حرفایی خواهیم زد که ممکنه شکل فلسفی داشته باشه، عبارتهای ما فلسفی باشه، اما نقش و کارکرد فلسفی نداره در جهان امروز. یعنی باعث ایجاد بینشی کلنگرتر، بینشی جامعتر و تحلیلیتر نمی شود. این جای تأسف اون وقت که آدم خیال کنه که پیش خودش خیال میکنه داره خیلی کار مهمی انجام میده، اما در واقع ناهمزمانه. یعنی نمیتونه همراه زمانه خودش بیاندیشه، بلکه گویی در قرن 13 میلادی مانده یا در قرن 10 هجری مانده و داره به جهان قرن 21 میاندیشه. این اتفاقیه که خب برای ما چندان غریبه نیست و باهاش آشنا هستیم. خب مطلب مهم بعدی کشف کوپرنیک که یکی از متون خوبی که بچه‌ها بخونیدش حتما، تاریخ فلسفه راسل بخش جنبش علمیشه. یعنی در این بحث رنسانس بخش جنبش علمی، راسل چون خودش بسیار دانش خوبی داره در زمینه فیزیک و ریاضیات، خیلی خیلی خوب اینا رو بیان کرده. اونجا بحث کوپرنیک، کپلر، گالیله و نیوتن رو اونجا بخونید و ببینید که نیوتن نه، همین ستا رو بخونید و ببینید که اون تغییری که ایجاد میشه خیلی مهمه. نکته‌ای که اونجا راسل میگه خیلی مهمه. راسل میگه که با کشف کوپرنیک انسان ناگهان دوچار یک چیز میشه، دوچار یک شکستی میشه. چرا؟ چون تصویری که از خودش داشته، در به ویژه تصویر ادیان سامی، اینه که انسان خلیفه الهیه، انسان جانشین الهی بر روی زمینی است که این زمین مرکز جهانه. وقتی که زمین مرکز جهان بودنش رو از دست میده، این انسان در موقعیت خودش نسبت به کیهان دچار تردید میشه و این مسئله بسیار مهمیه. درباره این وقتی که به فلسفه مونتین برسم براتون خیلی صحبت خواهم کرد که این اتفاق و این ما باید این اتفاق رو بفهمیم، تجربهش کنیم، از سر بگذرونیمش، بفهمیم که وقتی که گفته میشه که انسان نسبت به جایگاه خودش در جهان دچار تردید میشه، یعنی چی؟ یعنی ناگهان انسان متوجه میشه که اینطوری نیستش که زمین مغز جهان باشه و افلاک به صورت پوست‌های پیاز همینطور بر روی هم بر دور این زمین میچرخن و مثلا خورشید در آسمان یا فلک 4 باشه تا فلک 8 و 9 که جایی باشه که فلک ستارگانه و بعدم فلک الافلاکی که همه رو داره میگردونه. اون تصویری که هیئت بطلمیوسی به ما داده، اون تصویر فرو میریزه. وقتی اون تصویر فرو میریزه، این انسان ربطشو با جهان دیگه نمیتونه به نحو قبلی برقرار کنه، باید به نحو جدیدی خودش رو با جهان در نسبت قرار بده. اون خیلی قشنگه بچه‌ها. یعنی شما اگر برید طبیعیات فلسفه اسلامی رو بخونید براتون خیلی جالب است. یعنی وقتی مشاعر انسان، مشاعر باطنی، یعنی مشاعر پنجگانه باطنی انسان رو هر کدومش رو به یکی از این افلاک نسبت میدن. مثلا میگن حس مشترک مال فلک قمره که فلک اول باشه.
نمیدونم متفکره مال فلک نمیدونم دوم سوم، متخیله مال اون یکی دیگه است. هر کدوم از اینها که توی هر کدوم از اینها یک سیاره قرار داره، تو اولی قمر، توی دومی عطارد یا عطارد یا همون تیر ماست، توی سومی ناهیده یا زهره است، توی چهارمی خورشیده، توی پنجمی مریخه، توی ششمی مشتری یا برجیس، تو هفتمی کیوانه، تو هشتمی فلک ثوابت یا ستارگانه و نهمی که فلک الافلاک باشه. با در هر کدوم از اینها یک قوه، یکیش متخیل است، تو یکیش متوهم است، تو یکیش عاقل است، تو هر کدوم از اینها جایی به یکی از مشاعر باطنی ما نسبت داده شده. بنابراین این طبیعیات که فرو میریزه، انسان شناسی که مبتنی بر این طبیعیات هست اون هم داره فرو میریزه. نفس شناسی که مبتنی بر این طبیعیات اون هم فرو میریزه. پس اتفاقی که در کوپرنیک اتفاق میفته، یعنی کشف این مسئله، یا بهتره بگیم خب کشف شده بوده، فیثاغوریان جز اولین کسانی بودن که به این مسئله توجه کردن، کسی به جدی نگرفته. ابو ریحان بیرونی در تحقیق مال الهند اونجا اشاره میکنه که هندی‌ها اصلا قبول ندارن که زمین مرکز جهان باشه، اون هم این مطلب رو گفته. اما تا زمان کوپرنیک هیچ کس نیامده این رو محاسبه کنه، هیچ کس نیامده، این فقط به صرف یک ادعاست، صرف یک باور، این محاسبه این رو داره، بر اساس این گردش ها رو داره محاسبه میکنه، سعی میکنه فرمول در بیاره و بعد از او کپلر، تیکو براهه و گالیله تا برسن به جایی که فرمول هاشو در بیارن و اصول عامش رو استخراج بکنن و در نهایت در نیوتن ما به قانون عمومی گرانش برسیم. این مسیری که داره پیموده میشه یک مسیریه که از کشف کوپرنیک باز در قرن 15 آغاز میشه. همه هنگام با کشف کوپرنیک فیلسوفانی در همان دوران و قرن بعد، امثال مثلا برونو و حتی خود کوزانوس، نیکولاس کوزانوس، فیلسوفانی که تحت تأثیر اندیشه کوپرنیک و این ایده کوپرنیک نظام فکریشون متمایز میشه اصلا و سرآغازهای فکر مدرن در اندیشه های اونها پدید میاد. پس این اتفاق کوپرنیک رو دست کم نگیرید. و همین خاطر هم هست که کانت بعداً وقتی میخواد بگه که کشف من در فلسفه چقدر مهمه، میگه کار من در فلسفه مثل انقلاب کوپرنیک میمونه. ما بهش میگیم انقلاب کوپرنیکی. دقت بکنید، انقلاب یعنی چی؟ یعنی وضع پیش و پس با هم به نحو سرراست در پیوند نیستن. ما با یک وضع دیگری روبرو هستیم که در نسبت هست با وضع پیشین، اما این وضع جدید قواعد دیگری داره. این انقلاب کوپرنیکی، این مفاهیم دوران نوزایی یک انقلاب بنیادینه در تمامی زمینه‌های زیست بشری که این انقلاب تا به امروز زندگی بشر رو رقم زده و فلسفه است که این انقلاب رو میتونه در کلیتش بفهمه. اما برای اینکه بتونه این کلیت رو بفهمه ما به ویژه نیاز داریم بچه‌ها خیلی به اون بستر تاریخی این رخداد توجه کنیم. صرفا در حد همین داده ها لازمه. من در یکی دو جلسه اول این بحثا رو برای شما خواهم کرد. نمیدونم اگه خوشتون میاد خب بیشتر از یکی دو جلسه نخواهد پایید. اگرم خوشتون نمیاد بعد از یکی دو جلسه ما دیگه فقط فلسفه خواهیم گفت و بحث‌های فلسفی خودمون رو خواهیم کرد. میتونید این دو جلسه رو صبر بکنید تا زمان اون بحث‌ها برسه. خب وقت ما تقریبا تمامه. من درباره این مسائل جلسه آینده هم دوباره صحبت میکنم. دوستان به من حتما خبر بدین درباره توی اسکایپ یک نظرسنجی بذارین، آقای صدری بیذارن، همتون رأی بدین، همه دوستان رأی بدن تا به نتیجه برسیم که من بدونم جلسه دیگه میخوام چیکار بکنم. من برای شما طرح درس رو هم آماده میکنم، اما برای جلسه آینده یک کتابی رو من به شما میگم غیر از این کتاب تاریخ فلسفه راسل بخش دوران رنسانس که بهش نگاه بکنید، کتاب بسیار خوبیه. وایس امروز رو هم رو سامانه براتون میذارم. چشم خانم حاجی. غیر از این بحثی که در راسل گفتم چند تا منبع خوب داریم که میتونید به اونها نگاه کنید. یکی تاریخ فلسفه کاپلستونیه که مال این دورانه که ترجمه شده که جلد 3. یکی تاریخ فلسفه راتلج که جلد 4، مقدمه بسیار خوبی داره، بسیار خوندنی تاریخ فلسفه راتلج
اون مقدمه، فصل مقدمش و بخش‌های مقدمش خیلی خونده. اما متن اصلی که از شماها میخوام که حتما و حتما بخونیدش، در این هفته باید حتما بخونیدش، کتاب فرهنگ رنسانس در ایتالیا نوشته یاکوب بورکهارت، ترجمه زنده یاد محمد حسن لطفی و چاپ انتشارات طرح نو قدیمی که دیگر آن نیست، اون انتشارات طرح نو چاپ کرده. این حالا فایلش هم تو اینترنت میتونید پیدا بکنید، چون کتاب به این راحتی پیدا نمیشه. منتها من الان به شما میگم که چه صفحه هایش رو بخونید بچه‌ها، چه صفحه هایش رو حتما بخونید، اما اگر کلش رو بخونید به نفعتونه، یعنی خیلی خوشخوانه، اصلا متن فلسفی و دشواری نیست، بسیار کتاب مهمیه و خوندنش باعث میشه که شما خیلی بینش خوبی پیدا کنید. بسیار بسیار. یاکوب بورکهارت، الان براتون می نویسم، یاکوب بورکهارت اومد، دال زه خورد، بورکهارت، بوررس، بورکهارت. بله، کتاب، اسم کتاب فرهنگ رنسانس در ایتالیا. صفحاتی که میگم رو بچه ها نمیرسم که همش رو بزنم، گوش بدین میگم بنویسین دیگه، یه کاغذ قلم آماده باشه دم دستتون. حالا اگه فرصت کردم توی اسکایپ هم براتون مینویسم این صفحه ها. بخش اول، این بخشایی که به نظرم حتما باید بخونید. بخش اول فصل هفتم، از صفحه 85 تا 97. فصل هفتمش رو بخونید. بخش دوم رو کامل بخونید از کتاب، از 133 تا 169. بخش دوم کامل از 133 تا 169. صفحاتشو اینجا میزنم براتون. 85 تا 97. بذار این کار بکنم شاید راحت تر بشه. 85 تا 97، 133 تا 169، 169 تا 201 یه مطلب دیگه است، یعنی همون ادامه پیدا میکنه که در واقع فصل سوم، بخش سوم، فصل اول تا آخر فصل چهارمشه که احیای فرهنگ دوران باستان. بخش سوم فصل 11 که میشه 255 تا 267. بله. بخش چهارم فصل اول تا آخر فصل چهارم 267 تا 309. اصلا متن سنگینی نیست، بسیارم لذت میبرید، یعنی متن بسیار خوندنیه و راحت میخونیدش. بخش ششم 391 تا 416. بخش ششم فصل پنجم 446 تا 462. چون همه چاپاشم یک جور بوده صفحه ها عوض نشده. و 490 تا 499 آخریش. اینا بچه‌ها رو هم شاید 150 صفحه بشه، خیلی حجم زیادی نیستش، که حجم کمیه، واقعا حجم زیادی نیست. 100 تا 150 صفحه شاید نهایتاً بشه از این کتاب 400 خورده صفحه‌ای. اینا رو براتون جدا کردم که اینا رو حتما بخونید. پیشنهادم اینه که کتاب بذارین جلوتون، در عرض 2-3 روز میخونین، کیف کنین و استفاده کنین ازش. این فرصت رو از دست ندید. بسیار کتاب مهم و خواندنیه و زنده یاد لطفی مانند همیشه ترجمه بسیار خوشخوانی رو از کار در آورده.
خب امیدوارم که موفق باشین. پس بچه‌ها من در اسکایپ منتظر اون نظرسنجی شما هستم. بعد از جلسه این نظرسنجی رو بذارین، به همه دوستاتون هم خبر بدین. همین امشب اگر من مطلع بشم که من فردا شب بتونم براتون ضبط کنم، چون فردا هم کلاس دارم. هر چقدر زودتر من خبر بدین برای من بهتر خواهد بود. خیلی ممنونم. اگر سوالی ندارین من از حضورتون مرخص بشم. نه اینا رو همه رو برای جلسه بعد آقای صدری نباید خونده باشین. این رو تا آخر هفته عرض کردم، تو این هفته این کتاب بخونین تا آخر هفته، یعنی دیگه نیفته به هفته بعد. این کتاب بخونین برای خودتون بچه‌ها. یک چیزی هم که از اول این ترم شروع میشه دیگه هیچ وقتم امیدوارم این رو کنار نذارین، این از من بشنوید. هر کتابی رو خوندین، هر صفحه ای رو که خوندین، از اون صفحه عبور نکنین مگر اینکه درباره اون صفحه 2 تا خط 3 تا خط بنویسین که چی گفت، چه خلاصه آن چیزی که خوندین رو حتما بنویسین که بعداً این خلاصه هاتون رو که داشته باشین به اونا رجوع میکنین، برمیگردین اونا رو میخونین، تمام مطلب یادتون میاد. نذارید زمانتون از دستتون بره. زمان اندکه، حجم مطالبی که باید بخونین بسیار زیاده. بنابراین گرچه یک کمی سرعت خوندنتون میاد پایین، اما در عوض یک بار میخونید، نه 100 بار هی بخونید باز یادتون بره. یه بار میخونید، هر صفحه‌ای که تمام شد مطلبی که با خودتون بگین چی گفت، حرف حسابش چی بود، اونو بنویسین. یه خلاصه از 2-3 خطه مینویسین. اگرم به نظرتون اشکالی رسید، سوالی رسید، همونجا درجا بنویسینش. به نظرم هنوز این مطلب روشن نیست که بعدن که میرین جلو سوالتون هم باهاتون میاد، ببینید سوالتون جواب گرفت یا جواب نگرفت. این بهش میگن این خواندن فعال. خواندنتون باید فعال باشه، به هیچ وجه منفعل نخونین کتاب بذارین جلوتون، همینجور خودتون رو بسپارین به دست نویسنده و سیر گفتار و نوشتارش، هرچی اون گفت همینجور سرتون بنزین پایین پشت سرش راه بیافتین برین. ابداً قرار نیستش که همچی کاری رو بکنین، به هیچ وجه. هر چی میگه اولین کاری که بکنین اینه که گزارش میکنین چه گفت، دقیقاً چه گفت. به محض این که بگین طرف چه گفت، اصلا ذهن به صورت خودکار شروع میکنه کار کردن که میگین که خب چرا اصلا این حرف رو قبول کنم، کی گفته که این حرف درسته. ببینید به سرعت ذهنتون به راه میفته. به همین این لطف رو به خودتون بکنید. اگر میخواید ذهنتون انتقادی بشه، اگر ذهنتون میخواد در فرایند خواندن از اسفنج بودن خارج بشه، یعنی باب اسفنجی نباشین، خلاصه بتونید یک کمی نسبت به مسئله با حالت فعال روبرو بشین، راهش نوشتن گزارش همهنگام با خواندنه. امیدوارم که موفق باشین. اگر سوالی دارین خدمتتون هستم، وگرنه که چهارشنبه ساعت 4 عصر خدمتتون خواهم بود. خب مثل که سوالی ندارین دوستان ها، بذارید خواهش میکنم قربانتون، لطف دارید، خیلی متشکرم، خواهش میکنم، سلامت باشید. خب بچه من با عزتون از حضورتون مرخص میشم. قربان شما، خدا نگهدار همتون باشه. لینک گروه اسکایپ رو توی همین گفتگوها بالا خانم محمدی خانم رابطی فرستاده بودن یه بار. دوباره هم لطف کرد فرستاد. دست درد نکنه خانم. خیلی متشکرم بچه. ممنونم. خدا نگهدار همتون باشه. خدا حافظ.